دوستان عزیز، با پروگرام پرایمویرا P6 خوش آمدید. این درس اول پروگرام پرایمویرا P6 است. در درس اول میخوایم که شما را یاد بدم چگونه یک پروژه را در این سافویر ایجاد کنین و به چه طریقای میتونین که یک پروژه را شما ایجاد کنین. اگر علاقه‌مند یادگیری این پروگرام هستین، لطفاً چینل را سابسکرایب کنین و زنگوله را هم فشار بدین تا بتونین ویدیوهای بعدی را که ما برای شما اپلود میکنم شما تعقیب کنین و یاد بگیرین و بتونین که یک اسکیچوالر موفق در پروژه ساختمانی شوین. دیگه قبل از اینکه برم به درس اول یا ایجاد یک پروژه در پرایمویرا P6 میخوایم بر شما یادآور شم که این پروگرام خیلی یک پروگرام مهم حیاتی به مدیر مسئولان پروژه ساختمانی و شمار میرم. اکثر مدیر مسئولان پروژه ساختمانی شاید این پروگرام یاد ندارن. به می لحاظ است که تقاضا بر داشتن تجربه و اندوخته این پروگرام در پروژه های ساختمانی در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها خیلی زیاد است. کسانی که به این پروژه تجربه و آشنایی دارن اونها معاشهای خیلی هنگفتی رو میتونن به دست بیارن. میخوایم که برای شما بگوییم که در این پروگرام نه تنها که شما میتونین یک پروژه ساختمانی را تقسیم اوقات بندی کنین، بلکه میتونین که منابع یک پروژه ساختمانی را شما کنترل کنین، بفهمین که چقدر پروژه شما بودجهش است، چقدر مصرف کردین، چه عاید کردین، آیا پروژه شما که هست یک اوورهد است، یعنی پروژه مصرفتان بیشتر از چیزی هست که شما پیش بینی کرده بودین یا مصرفتان زیر کنترل است، یعنی زیر تخمین شماست. دیگه خطراتی که در پروژه با میان میه، یا اگر پروژه ساختمانی شما تقسیم اوقاتش معطل قرار میگیره، یعنی در وقت زمان ختم نمیشه، و دیگه خطراتی که در پروژه میه، شما میتونین اکثر چیزهایی را که در پروژه شما توسط از این پروگرام مدیریت کنین. انشالله وارد درسای بعدی شما یاد خواهد گرفتین. اگر میخواین که با ما باشین و درس ها را خوبتر تعقیب کنین، لطفا زنگوله را فشار بدین و چینل هم سابسکرایب کنین. بریم به درس اول. در درس اول قسمی که گفتم میخوایم که یاد بگیریم چگونه ما یک پروژه را در این پروگرام ایجاد کنیم. چند طریقه وجود داره که ما میتونیم یک پروژه را ایجاد کنیم. میخوایم که برای شما نشان بدم که اول برین انترپرایز، the projects. the projects که رفتین، در اینجا قسمی که شما میبینین engineering and construction است. این بخش که از بخش یک انترپرایز استراکچر است که already یعنی قبلا توسط امی سافیر تمپلیت شده است. تمپلیت به این معنی که یک نمونهش برای شما ایجاد شده است که بتونین او را آموزش ببینین یا یاد بگیرین یا سر از او کار کنین. دیگه ما میخوایم یک پروژه نو ایجاد کنم. این پروژه در خود سافیر وجود داره، ولی ما میخوایم یک پروژه نو ایجاد کنم. چگونه؟ دو طریق. یا میتونین که سر از اینی علامه که مثبت فولدر که هست کلیک کنین که به نام نیو پروژکت است، یا علامه مثبت یا اد پروژکت. میخوایم که سر علامه فولدر کلیک کنم، بگویم که نیو پروژکت. وقتی که ایره کلیک کردم اینجا این صفحه باز شد، گفته create a new project. ولی اینجا گفته select EPS یا Enterprise Project Structure، گفته شما انتخاب کنین. all که هست زیر all initiative است، یعنی این پروژه که میخوایم ایجاد کنم زیر all initiative است، قسمی که شما اینجا میبینینشه. ولی میگم نه، زیر از این نباشه، زیر Engineering Construction باشه. میرم در این کلیک میکنم، در سه نقطه میگم Engineering Construction، سر از اون کلیک میکنم، علامه مثبت select میزنم. چه شد؟ این پروژه ما زیر Engineering و Construction ایجاد خواهد شد. بنان میریم بعد میگم next. در اینجا که از project ID است، یعنی ID نمبر پروژه چی است، یعنی پروژه تان شماره داره، ID داره، هر چیزی که داره بزنید. در مثال ما میگیم که پروژه مکه شماره 2002 به طور مثال. میگیم که نام از این پروژه چی است، میگیم که باغمان دم project به طور مثال. میگیم next. کلیک میکنم، گفته چه وقت پلان شده است که پروژه شروع شود.
برای فعلا میگیم که در 19 نوامبر شروع میشه. گفته از چه وقت باید این پروژه ختم شود؟ چون ما ختم پروژه را معمولا مسفنش با اسکیچولرهای ساختمانی و مدیر مسئولای ساختمانی خالی میمانند، چون میتونه که تقسیم اوقات پروژه را اکثر چیزها تغییر بده. به طور مثال آب و هوای خراب میشه که کارا را با وقت زمان اجرا نکنید، تقسیم اوقات طولانی شود، یا بعضی مشکلات در دیزاین یا ساختمان پروژه به میان میاد که نتونی که پروژه را به اون وقت که تعیین شده است ختم کنی. و بعضی موارد دیگه ای که میتونه بالای تقسیم اوقات یک پروژه ساختمانی تاثیر بگذاره که با در مصفنش باید ختم نکنی. با ملاحظ اکثر کسایی را خالی میمانه. اگر بخواین که باز هم او را پر کنین، میتونین که کلیک کنین در این سه نقطه، برین به طور مثال سالش انتخاب کنین. میگیم 2025 نه 2026 در کدام سال ختم میشه. در ماه میگیم در ماه اکتبر ختم شود در تاریخ 27 به طور مثال. میگیم در این وقت ماست فینیش بای. در اینجا گفته responsible manager، مدیر مسئولی پروژه کی است، کی مدیریتش میکنه. چون به خاطر که ما کدام مدیر مسئول برای ازی تعیین نکردیم فعلا، ما ایره برای فعلا انترپرایز میمونم. در درسای بعدی بر شما نشان میتونم که چگونه ما بتانیم انجینر، مدیر دیگه و دیگه بر این پروژه ساختمانی تعیین کنیم تا ایره مدیریت کنه، و در درسای بعدی بر شما نشان میتونم. معمولا این نیاز نیست که ایره اقدر مهم هم نیست که شما تعیین کنین که کی مدیرش هست و کی به طور مثال انجینرش هست و کی تکنیشنش هست و کی انسپکتورش هست و به می شکل کی کوالیتی کنترل منیجرش هست یا سیفتی منیجرش هست یا به هر شکل که هست. اونا اونقدر مهم هم نیستن که ما ایجاد کنیم، ولی در درس‌های بعدی بر شما یاد میتونم که چگونه شما او رو بتونین که ایجاد کنین. برای فعلا میگم next. گفته ریت تایپش استاندارد قرار میگیم next. گفته congratulations your project started. پروژه ما ایجاد شد. اینجا نوشته که total activity زیرو، به این معنی که ما نو پروژه رو ایجاد کردیم، هیچ فعالیتی وجود نداره. اگر بخوایم این پروژه را باز کنم، سرش راست کلیک چپ، سرش کلیک میکنم، راست کلیک میگم open project، پروژه را باز کو. در اینجا پروژه باز شد. قسمه که میبینین پروژه نو ایجاد شده است، هیچ فعالیتی وجود نداره. برش دیوریشن یا جریان برای هر امو فعالیت ندادیم ما. شما استارت و فینش معلوم نیست، کلندر جنتریش معلوم نیست که جنتریش به اساس 5 روز در هفته است یا به اساس 6 روز در هفته است یا به اساس 7 روز در هفته است. معمولا که هست که به اساس 5 روز در هفته می باشه در امریکا. دیگه ای بود شکل ایجاد کردن یک پروژه ساختمانی. اگر ما بخوایم که به طور مثال امی پروژه ما رو پس ریموو کنم، چی میکنم؟ ما میرم بدر سر پروژکت، اینجا سرش انتخاب کردگی است کلیک میکنم. الان میکسه میزنم میگم رو ریموو کن. گفته است اگه you are about to delete project باغمان دسترک all WBS elements activity etc. گفته شما فعلا تقریبا میخواین که این پروژه را که ایجاد کردین دلیت کنین که شامل تمام فعالیت هایی که در این پروژه هست، تمام WBS ها یا تمام هر چیزی که هست که این پروژه دلیت میشه. میگفتن مطمئن هستی؟ من گفتم یس. میخوایم پوره دلیت کنم. دیدین که فهمید پغمان دم دسترک چی شد؟ دلیت شد. این بود شکل ایجاد کردن یک پروژه ساختمانی در پروگرام پراموره پی 6 و طرز دلیت کردنش.